دوستای گرامی، زندگی دنیا ناچیز است. در این دنیا آمدیم به خاطر چی؟ به خاطر عبادت. در این دنیا آمدیم که الله سبحانه و تعالی را بندگی بکنیم. ما در این دنیا نیامدیم که غلدوری بکنیم. در این دنیا نیامدیم که شهرت طلبی بکنیم. در این دنیا نیامدیم که القاب را به خود کسب بکنیم. در این دنیا نیامدیم که آیرو، کلدار و دلار جمع بکنیم. در این دنیا نیامدیم که آپارتمان ها و ساختمان ها و بیلدینگ ها و قصر ها بسازیم. این دنیا لعنت شده هست. این دنیا نفرین شده هست. اگر دنیا به کس پاینده می بود، اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قیامت زنده می بود. این دنیا به کس نمی ماند. یک روز مرگ سراغ من و شما آمده نیست.